بیا میخوام بهت یاد بدم که تو 1 دقیقه چطور خودتو معرفی کنی. دیگه my name is رو بذارش کنار و اینجوری خودتو قشنگتر معرفی کن. مثلا من میخوام بگم که من پریسا منصوری هستم و تو میتونی منو پریسا صدا بکنی. I'm پریسا منصوری. تو میتونی you can call me پریسا. بعد حالا میخوای بگی که مثلا کی به دنیا آمدی و کجا به دنیا آمدی. I was born in سال تولدتو بگو. مثلا خودم 1986. برای بزرگ شدنم از همون raised استفاده کن. raised in Tehran. حالا میخوای شغلتو بگی. برای شغلت از این ساختار استفاده بکن. I work in فلان جا و به عنوان فلان کس. مثلا توی بیمارستان کار میکنم و به عنوان پرستار هستم. I work in a hospital as a nurse. به همین راحتی. بقیه مشاغلم براتون تو کپشن نوشتم که کلی به کارتون میاد.